کراتینی بود که تولید میکرد. قبل از اون که بخوام در رابطه با تکثیر و تولید مثل خود کراتینوسیدها صحبت کنیم، خود چه اپیتلیوم لثه چه اپیتلیوم پوست و مخاط دارای 4 لایه اصلی هستند که لایه بازال هست، لایه خاردار، لایه گرانولار و لایه شاخی که در طبق این شکل شماره 1 هم عمقی ترین لایه بازاله و شماره 2 لایه خاردار و شماره 3 لایه گرانولار و لایه شماره 4 لایه شاخی هست که تکثیر کراتینوسیدها در عمقی ترین لایه این همون لایه بازال اتفاق میفته. البته ممکنه ما تو لایه‌های سوپرا بازال، این لایه‌های بالاتر از بازال اما تکثیر کراتینوسیدها ببینیم، اما هم خیلی تعداد اتفاق محدوده و هم خیلی کمتر همچین اتفاقی رخ میده. و در مورد تمایز کراتینوسیدها میخوایم صحبت کنیم که هم کراتینوسید دیفرنسییشن، وقتی که کراتینوسیدها تو لایه بازال تولید شدن و میتوز انجام دادن، این کراتینوسیدها شروع میکنن به حرکت از لایه بازال به سمت لایه‌های بالاتر که طی این فرایند سلول‌های کراتینوسیدها دچار یه تغییراتی میشه، حالا چه تغییرات مورفولوژی و شکلی و چه تغییرات بیوشیمیایی که در نهایت یه سلول‌های تو لایه شاخی ایجاد میشه. این سلول‌های کراتینوسید تو لایه شاخی که سطحی ترین لایه اپیتلیوم لثه هست تبدیل میشن به لایه‌های تبدیل میشن به سلول‌های مرده و بدون هسته و پر از کراتین که به این فرایندی که سلول‌های کراتینوسید از لایه بازال حرکت میکنن به سمت لایه‌های بالاتر و تغییراتی که توی این فرایند و این پروسه براشون اتفاق میفته پدیده کراتینیزاسیون گفته میشه. یعنی پدیده‌ای که پدیده کراتین شدن بهش گفته میشه که به این اسم خونده میشه و دلیلش هم اینه که چون در نهایت منجر به تولید زیادی کراتین میشه، به همین دلیل به این پدیده کراتینیزاسیون گفته میشه. حالا از جمله تغییرات مورفولوژیکی که در پدیده کراتینیزاسیون اتفاق میفته، یکی مسطح شدن سلول ها هست، افزایش تونوفیلامان ها هست و افزایش اتصالات بین سلولی و تولید گرانول های کراتوهیالین و محو شدن هسته که حالا هر کدوم از اینها رو میخوایم تغییراتی که تو پدیده کراتینیزاسیون اتفاق میفته توضیح بدیم. وقتی که سلول ها تو لایه‌های بازال هستن به صورت مکعبی و چندزلی هستن سلول های کراتینوسیدها، اما وقتی که حرکت میکنن به سمت لایه‌های بالاتر این سلول ها مسطح میشن و از اون حالت چندزلی و مکعبی خارج میشن. از جمله تغییرات دیگه که اتفاق میفته تونوفیلامان ها هستن که افزایش پیدا میکنن. حالا تونوفیلامان ها چیه؟ این بخشی از اسکلت سلولی هستن که خودشون از کراتین ساخته شدن، یعنی از پروتئین های کراتین تونوفیلامان ها ساخته شدن و اینها افزایش پیدا میکنن که افزایش تونوفیلامان ها نقشی که داره باعث افزایش استحکام سلولی میشه و ارتباطات بین سلولی رو زیادتر میکنه. و از جمله تغییرات بعدی که طی پدیده کراتینیزاسیون اتفاق میفته افزایش اتصالات بین سلولی و تولید گرانول های کراتوهیالینه. افزایش اتصالات بین سلولی توی پدیده کراتینیزاسیون وقتی که کراتینوسیدها دارن به لایه‌های بالاتر میرن اتصالات محکم‌تر میشه، اتصالات ایجاد میشه به نام دسموزوم ها که اتصالات قوی هستن ایجاد میشه و یک گرانول هایی تولید میشه به نام کراتوهیالین که اینها در تشکیل اون ساختار کراتین و در تولید کراتین خیلی نقش دارن و این لایه که ما یکی از لایه‌هایی که اگر یاد داشته باشین گفته شد لایه گرانولار، یکی از لایه شماره 3 لایه اپیتلیومی بود، چون این گرانول های کراتوهیالین در این لایه هستن و تولید میشن گرانول ها به این لایه گرانولار گفته میشه. از جمله تغییر آخری که تغییرات مورفولوژیکی که در پدیده کراتینیزاسیون اتفاق میفته اینه که هسته محو میشه. یعنی ما تو لایه‌های سطحی سلول هامون دیگه بدون هسته هستن و مرده هستن، اما تو لایه بازال کراتینوسیدها کاملا دارای هسته هستن و زنده هستن. اما به لایه سطحی و در انتهای پینی آخرای فرآیند کراتینیزاسیون که اتفاق میفته و میرسیم این سلول هم هسته ها محو میشن، یعنی در واقع سلول ها هسته خودشون رو از دست میدن و به سلول های مرده و شاخی و کراتین شده تبدیل میشن. که حالا ما این لایه اپیتلیومی و کراتین رو که گفته شد در طبق شکل بخوام اینجا کامل طرف متن بگیم، عمقی ترین لایه بازال بود یا استراتوم جرمیناتوم که پایین ترین لایه بود و تقسیم سلولی کراتینوسیدها در او اتفاق می افتاد. و اگر طبق شکل هم ببینیم این خود شماره 1 لایه بازال توسط قشای پایه یا بیسمنت ممبرین به اون لایه پیوندی زیرین خودش اتصال داره در واقع اون لایه بازال.
و لایه بعدتر، لایه بالاتر از لایه بازال لایه خاردار بود یا استراتوم اسپینوزوم که سلول ها توی این لایه به وسیله همون اتصالات غیر قوی دسموزوم ها به هم متصل شدن و این اتصالات بین سلولی در واقع توی زیر میکروسکوپ توی این قسمت از لایه خاردار به شکل این اتصالات به شکل خار دیده میشه در زیر میکروسکوپ و به همین دلیل به این لایه خاردار گفته میشه. و لایه گرانولار لایه شماره 3 هست که استراتوم گرانولوزوم گفته میشه و همونطور که در بالا گفته شد حاوی گرانول های کراتوهیالن بود که این گرانول ها در تشکیل ساختار کراتین خیلی نقش دارن و تو لایه گرانولار بیشتر سلول‌ها دیگه مسطح شدن. ما در قسمت بالایی هم گفتیم وقتی پدیده کراتینوزیسیون اتفاق میفته سلول‌هایی که از تغییراتی که اتفاق میده از اون حالت مکعبی به حالت مسطح تبدیل میشه. تو لایه گرانولار دیگه بیشتر سلول‌ها به شکل مسطح در اومدن. و لایه شاخی که سطحی ترین لایه هست یا استراتوم کورنوم که لایه سطحی هست و شامل سلول‌های مرده کراتینه و بدون هسته هستن و پر از کراتین هستن و نقش اصلی که اپیتلیوم لثه گفته شد در نسبت به حفاظت از بافت‌های زیرینش داشت در برابر چه سایش چه میکروب‌ها به دلیل وجود همین سلول‌های مرده و بدون هسته و پر از کراتین بود. که اگر ما حالا می‌خوایم کل حالا این مطالب رو به طور خلاصه بیان کنیم تو لایه بازال شروع تکثیر سلولی کراتینوسیت‌ها بود، در لایه خاردار اون اتصالات بین سلولی دسموزوم‌ها ایجاد می‌شد و در نتیجه افزایش اتصالات بین سلولی و در لایه گرانولار توی پدیده کراتینوزیسیون تشکیل اون گرانول‌های کراتوهیالن بود که در تشکیل اون کراتین خیلی این گرانول‌ها نقش دارن و در لایه شاخ اتفاقی که می‌افتاد اون سلول‌های کراتینوسیت‌ها دیگه تبدیل می‌شدن به سلول‌های مرده و بدون هسته و این آخرین مرحله پدیده کراتینوزیسیون بود. در ادامه مطالب بخوام تقسیم بندی اپیتلیوم لثه بر اساس میزان کراتینوزیسیون در واقع بیان کنیم که اپیتلیوم چه سنگ فرشی پوست چه مخاط و چه لثه اینها بر اساس اون میزان کراتین شدنشون اپیتلیوما به 3 دسته تقسیم بندی میشه. یکی ارتوکراتینیزه هست، یکی پاراکراتینیزه هست و یکی بدون کراتینیزه یا نان کراتینیزه بود که حالا در رابطه هر کدوم از این ویژگی‌های هر کدومش رو می‌خوایم بیان کنیم که حالا اپیتلیوم ارتوکراتینیزه به چه صورت، پاراکراتینیزه به چه صورت و غیر کراتینیزه به چه صورت هست. در رابطه با اپیتلیوم ارتوکراتینیزه فرایند کراتینوزیسیون میگیم به طور کامل اتفاق میفته، یعنی تمامی سلول‌های کراتینوسیت‌ها که در انتها به لایه شاخی میرسن تمامی کراتینوسیت‌ها دیگه بدون هسته شدن، پر از کراتین شدن و تمامی کراتینوسیت‌ها سلول‌های مرده شدن و فرآیند کراتینوزیسیون به طور کامل اتفاق میفته و بهش ارتوکراتینیزه گفته میشه. و ویژگی‌هایی که حالا اصلی اپیتلیوم ارتوکراتینیزه داره، یکی کراتینوزیسیون درشون کامله که گفته شد که تمامی سلول‌های کراتینوسیت‌ها کاملا مرده و بدون هسته میشن و ویژگی بعدش اون لایه شاخیشون یا استراتوم کورنئومشون کاملا توی ارتوکراتینیزه مشخصه، یعنی لایه کاملا وجود داره و سلول ها به صورت کاملا مرده و بدون هسته هستن و همین بدون هسته شدن سلول ها تو قسمت لایه شاخی اپیتلیوم ارتوکراتینیزه باعث میشه که لایه شاخی اپیتلیوم ارتوکراتینیزه به صورت متراکم باشه، ضخیم باشه و کراتینه باشه، چون که دیگه کاملا اون هسته ها از بین رفتن. و لایه گرانولاری که ما در اپیتلیوم ارتوکراتینیزه داریم این کاملا باز تو لایه ارتوکراتینیزه این لایه کاملا وجود داره و سلول ها و گرانولار حاوی گرانول های کراتوهیالنه که برای تکمیل اون کراتین و برای تشکیل ساختار کراتین وجود این گرانول ها خیلی موثره. یعنی ما در اپیتلیوم ارتوکراتینیزه هر 4 لایه مشاهده میشه، هم لایه بازال داریم، هم لایه خاردار داریم، هم لایه گرانولار داریم و هم لایه شاخی داریم. از جمله محل هایی که اپیتلیوم ارتوکراتینیزه دیده میشه یکی در برخی نواحی اپیتلیوم خارجی است. ما در جلسات قبل گفتیم که ما اپیتلیوم رو بر اساس میزان بر
اساس فانکشن و هم عملکردش به 3 تا دسته تقسیم بندی می‌کردیم. یک اپیتلیوم دهانی خارجی بود، اپیتلیوم سالکولار بود و اپیتلیوم جانکشنال که بخشی از اپیتلیوم دهانی یا خارجی که در معرض مستقیم و تماس مستقیم با دهان هستند از نوع اپیتلیوم ارتوکراتینیزه هستند و همچنین اپیتلیوم لثه چسبنده هم از نوع ارتوکراتینیزه هست. البته در مورد لثه چسبنده باید نکته رو در نظر داشته باشیم در صورتی که فرد حالا دچار بیماری هایی شده باشه یا در صورتی که بهداشت دهان رعایت نکرده باشه ممکنه لثه چسبنده اپیتلیومش از ارتوکراتینیزه به پاراکراتینیزه تبدیل بشه که در ادامه در رابطه با پاراکراتینیزه کامل بحث می‌کنیم. و همچنین کام سقف یا سقف دهان هم از اپیتلیومش از نوع اپیتلیوم ارتوکراتینیزه می باشد. و اپیتلیوم ارتوکراتینیزه به خاطر وجود این که در نهایت سلول ها کاملا تو لایه شاخی پر از کراتین میشن و کراتین هم در جلسه قبل گفتیم که نقشی که داره به اون قسمت به قسمت سلول ها یک نقش خیلی محافظتی میده و خیلی مقاومت سلول ها رو بالا میبره که در برابر سایش ها و میکروب ها بتونن خیلی دفاع کنن و این کلا اپیتلیوم ارتوکراتینیزه کمتر دچار التهاب و این قضایا میشه و بیشتر به عنوان حالت دفاعی داره، به عنوان صد دفاعی عمل میکنه. یعنی ما یه نکته که در نظر میگیریم مثلا میگیم که لثه چسبنده از نوع ارتوکراتینیزه هست، باید هم از نوع ارتوکراتینیزه باشه چون لثه چسبنده منطقه از لثه هست که زیاد در معرض میکروب ها و در معرض استحکاک قرار میگیره. بنابراین باید از نوع ارتوکراتینیزه باشه و پر از کراتین باشه که بتونه نسبت به اون بافت‌های زیرینش مقاومت داشته باشه و بتونه اونها رو در واقع از میکروب ها محافظت کنه نسبت به بافت‌های زیرینش. و ویژگی هایی که ما در ارتوکراتینیزه اینجا کامل گفته شده، نوع کراتینوزیسیونشون کامله، یعنی کامل تمام کراتینوسیدها کراتینه میشن و اون سلول های تو لایه شاخیشون بدون هسته هستن و کاملا دیگه هستهشون از دست رفته و لایه گرانولار کاملا درش مشخصه و لایه گرانولار وجود داره و ظاهر ارتوکراتینیزه کاملا شبیه پوست بدنه چون پوست بدن هم کامل اون لایه به صورت لایه کراتینه شده، یعنی تمامی در واقع سلول ها تو لایه شاخی پوست بدون هسته هستن. و محل‌های شایع اپیتلیوم ارتوکراتینیزه هم در واقع در اپیتلیوم خارجی لثه هست، در کام سخته و همچنین در لثه چسبنده از نوع ارتوکراتینیزه میباشند. و اپیتلیوم بعدی که اون بحث کردیم پاراکراتینیزه بود که پاراکراتینیزه یه حالتی بینابین غیر کراتینیزه و ارتوکراتینیزه است. یعنی ویژگی هایی که تو ارتوکراتینیزه داریم و بعضی ویژگی هایی که در غیر کراتینیزه داریم ممکن در پاراکراتینیزه دیده بشه چون این حد واسطی است. یعنی کراتینوزیسیون در اون به طور کامل نه به طور کامل انجام میشه نه اصلا انجام نمیشه، یعنی به طور ناقص اتفاق میفته. یعنی بدین صورت که سلول هایی که به اون لایه شاخی میرسن بعضی از سلول ها هستهشون رو از دست نمیدن، یعنی مثل کراتینوزیسیون کامل نیست که تمامی سلول ها مثل ارتوکراتینیزه هستهشون رو از دست بدن، بعضی هاشون سلول ها هنوز هسته دارن و به همین دلیل بهشون کراتینوزیسیون میگیم ناقص اتفاق افتاده شده. و حالا ویژگی هایی که تو پاراکراتینیزه داریم اینجا هم در متن گفته شده که سلول های لایه شاخی هنوز هسته دارن و البته این هسته ها به صورت پیکنوتیک هستن، یعنی هسته ای که ما تو لایه شاخی در اپیتلیوم پاراکراتینیزه هستن ویژگی که دارن پیکنوتیک هستن. ویژگی این که هسته پیکنوتیک یعنی هسته متراکم شده، کوچیک شده و تیره شده و همین هسته پیکنوتیک که وجود داره نشونگره که کراتینوزیسیون به طور کامل انجام نشده، ناقص انجام شده. چون اگه به طور کامل انجام شده بود تمامی سلول‌های کراتینوسیت‌ها که به لایه شاخی در اپیتلیوم پاراکراتینیزه رسیده بودن دیگه کامل بدون هسته شده بودن، اما بعضی از سلول‌ها هنوز هسته دارن. و ویژگی بعدی لایه گرانولار در این اپیتلیوم پاراکراتینیزه میگیم یا تشکیل نمیشه یا اگر هم هست خیلی ضعیفه و نامشخص هست و دلیلش اینه که چون کراتینوزیسیون درش ناقص اتفاق میفته و کراتین به طور کامل فرآیند تولید
نمیشه، اون کراتوهیالین هایی هم که در تشکیل ساختار کراتین نقش دارن خیلی به طور کامل شکل نمیگیرن. یعنی بخوایم حالا خیلی واضح تر بگیم، اون گرانول های کراتوهیالین در اپیتلیوم پاراکراتینیزه برخلاف ارتوکراتینیزه که به صورت متراکم وجود دارن، تو پاراکراتینیزه این گرانول های کراتوهیالین به صورت پراکنده هستن، غیر متمرکز هستن و لایه گرانول تو اپیتلیوم پاراکراتینیزه خیلی نامشخصه و همونطور که گفته شد یا تشکیل نمیشه یا خیلی بسیار ضعیف هم هست اگه تشکیل میشه. حالا بخوام این مرور کنیم این ویژگی های پاراکراتینیزه رو. وضعیت کراتینیزاسیون درش ناقص اتفاق میفته، به حالت بینابینی داره و هسته و با اون سلول هایی که به اون لایه شاخی میرسند پدیده کراتینیزاسیون ممکنه که بعضیاشون هسته داشته باشن و هسته هم که دارن از ویژگی پیکنوتیک هست که حالا هسته بصورت فشرده و کوچک هستن و تیره هستن و لایه گرانولار در این اپیتلیوم پاراکراتینیزه تشکیل نمیشه، اگر تشکیل میشه خیلی ضعیفه و اون گرانول های کراتوهیالین توی لایه اپیتلیوم پاراکراتینیزه به صورت پراکنده هستن و مثل ارتوکراتینیزه متراکم و زیاد نیستن، هم پراکنده هستن هم تعدادشون کم هست و از جمله محل های وجود اپیتلیوم پاراکراتینیزه ممکنه در بعضی نواحی اپیتلیوم چسبنده لثه هم دیده بشه، در حالی که میدونیم که معمولا اپیتلیوم چسبنده لثه از نوع ارتوکراتینیزه هست و گفتیم در یه حالتهای خاصی تبدیل به پاراکراتینیزه میشه، در اثر عمل نکردن بهداشت دهانی و بیماری ها و سیگار کشیدن و اینها، ولی عمده چسبنده اپیتلیوم چسبنده لثه از نوع ارتو هست که تو حالتهای خاصی تبدیل به پاراکراتینیزه میشه و همچنین نواحی بین ارتوکراتینیزه و غیر کراتینیزه جزء پاراکراتینیزه هست. یعنی ما حالا در ادامه میگیم که لثه مارژینال و لثه بین دندانی در برخی نواحی میتونه هم شامل پاراکراتینیزه باشه هم شامل غیر کراتینیزه باشه. در ادامه آخرین مطلبی که می‌خوایم بیان کنیم در رابطه با دسته سوم اپیتلیوم ها بر اساس میزان کراتینیزاسیون بود که اپیتلیوم غیر کراتینیزه بود که تو اپیتلیوم غیر کراتینیزه میگیم یا کراتینیزاسیون اتفاق نمیفته یا اگر اتفاق میفته به صورت ناقص اتفاق میفته، یعنی اون سلول هایی که حالا طی پدیده کراتینیزاسیون به لایه شاخی میرسن کاملا اون سلول ها دارای هسته هستن و اصلا هسته شون رو از دست نمیدن. مثلا تو پاراکراتینیزه گفتیم بعضیاشون هسته دارن بعضیاشون هسته ندارن، اما تو غیر کراتینیزه کاملا همگی هسته دارن. و یه نکته خیلی مهمی که باید در نظر داشته باشیم تو اپیتلیوم غیر کراتینیزه این چهار لایه‌ای که وجود داره در اپیتلیوم های برخلاف اپیتلیوم های دیگه چهار لایه وجود نداره، چون که مثلا توی ارتوکراتینیزه و پاراکراتینیزه ما هر چهار لایه تا حدودی گفتیم وجود داره. البته توی ارتوکراتینیزه هر چهار لایه به طور مشخص وجود داره، اما توی پاراکراتینیزه مثلا لایه گرانولار گفتیم یا تشکیل نمیشه یا حتی اگر تشکیل میشه خیلی ضعیفه. اما در اپیتلیوم غیر کراتینیزه ما لایه بازال داریم و لایه خاردار، اما لایه گرانولار و لایه شاخی دیگه دیده نمیشه. یه لایه داریم به اسم لایه سطحی و 3 تا لایه هست در اپیتلیوم غیر کراتینیزه و لایه شاخی و لایه گرانولار توی اپیتلیوم غیر کراتینیزه وجود نداره. و نکته بعدی که در رابطه با اپیتلیوم غیر کراتینیزه بگیم که گفتیم که کراتینیزاسیون خیلی درش اتفاق نمیفته و اگر حتی اتفاق میفته خیلی کمه، یعنی اون سلول هایی که در نهایت یه پدیده کراتینیزاسیون به لایه سطحی میرسیدن و دیگه ما اینجا لایه شاخی چون نداریم کراتین اصلا ندارن و بخش عمده اپیتلیوم غیر کراتینیزه رو کراتین تشکیل میده، سیتوکراتین تشکیل میده که سیتوکراتین نوع پروتئین فیبریه که در ساختار اسکلت سلولی نقش داره. و نکته بعدی همونطور که گفته شد لایه گرانولار و شاخی وجود نداره در اپیتلیوم غیر کراتینیزه و این به این معنی هست که اون سلول هایی که گفتیم به اون لایه سطحی میرسن کاملا زنده هستن و هسته دارن و بدون کراتین هستن، این برخلاف اون اپیتلیوم های پاراکراتینیزه و ارتوکراتینیزه که حداقل مثلا تو ارتوکراتینیزه بعضی از سلول ها باز هستهشون رو از دست میدن، اما تو غیر کراتینیزه همه سلول ها در واقع دیگه هسته دارن و زنده هستن. و بیشتر نواحی دهان، زبان و قشرهای مخاطی از نوع اپیتلیوم غیر کراتینیزه هستند. و نکته که باید در نظر داشته باشین این که اپیتلیوم غیر کراتینیزه طی
یه حالت‌هایی میتونه تمایز پیدا کنه و تغییر پیدا کنه به اپیتلیوم‌های کراتینیزه. منظور از اپیتلیوم‌های کراتینیزه هم پاراکراتینیزه هم ارتوکراتینیزه، هر دو شامل میشه. حالا از جمله تغییراتی که باعث میشه که این اپیتلیوم تبدیل بشه به کراتینیزه، تغییرات عوامل فیزیولوژیکی مثل تغییرات هورمونی یا عوامل پاتولوژیکی مثل بیماری‌ها و آسیب‌ها هست که میتونه اونها رو تبدیل کنه از اپیتلیوم غیر کراتینیزه به اپیتلیوم کراتینیزه. و از جمله جاهایی که در واقع اپیتلیوم غیر کراتینیزه وجود داره میگیم که لثه مارژینال و لثه بین دندانی، لثه اطراف دندان میتونن در واقع جزئی از اپیتلیومشون از نوع غیر کراتینیزه باشه.